این روشی خیلی همون داریم انجامش بدیم کاملا اشتباهه و باید به کل از ریشه این روش رو حذفش کرد. یه دو شاخه وصل کنیم و کارو اصولی جمعش کنیم. به یه دونه دو شاخه معمولی نیاز داریم، یه پیچ‌گوشتی و پیچ دو شاخه رو بازش میکنیم. آروم دو شاخه رو بازش میکنیم و قسمت پلاستیک رو میذاریم کنار و پیچش رو هم نگه میداریم. تو قسمت دو شاخه دو تا پیچ داریم که جای سیم هستش و اینا رو باید با پیچ‌گوشتی بازش کنیم. بعد اینکه باز کردیم سر سیمامون رو قشنگ سفت و محکم میپیچیم که تر و تمیز باشن و بعد سیمامون رو از اون سوراخی که روی دو شاخه هستش ردش میکنیم. بعد اینکه این کارو کردیم پیچ رو حتما باید سفتش کنیم. این کار رو برای اون یکی سیم هم انجام میدیم. این هم از نتیجه کارو. پلاستیک رو میاریم میذاریم سر جاش. پیچش رو میندازیم توی سوراخ، با پیچ‌گوشتی سفتش میکنیم و میریم سراغ تست. لایک و بکوب.